انتخابات و آرزو و آرمان‌های انتخاباتی. آیا معرکه سیاسی نوبتی با رشد جامعه و بهبود یافتن روز و روزگار مردم تاجیکستان مساعدت خواهد کرد؟ سرنوشت زندگی بهتر در دست کیست؟ در دست رهبر نو یا در دست خود مردم، خود انتخاب کنندگان؟ شنوندگان و بینندگان ارجمند سلام. نشر نوبتی چشمانداز آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. موضوع صحبت ما طور پی بردید انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان است که روز 6 نوامبر برگزار می شود. برای صحبت امروز ما نه سیاستمداران و تحلیلگران بلکه شهروندان عادی را دعوت کردیم تا نظر و اندیشه‌شان را عاید به مسائل مربوط به آرمان‌های انتخاباتی بشنویم. در این صحبت شهروندان دوشنبه، سابقه‌دار نیروهای مسلح سید علی صدور، روزنامه‌نگار یعقوب جان سعید و اقتصاددان صابر وزیروف شرکت دارند. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. خب حالا مهمانان امکان دارند که چند لحظه دیگر سر موضوع پیشنهاد شده اندیشه کنند، زیرا همکارم خیرامان بقازاده در استودیو با ماست و آماده است که ما را با رویدادهای مهم این هفته تاجیکستان آشنا کند. تشکر سید قاسم. این هفته از کارزار انتخاباتی خبرهای زیاد میرسد. از جمله روز پنجشنبه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان نامزدی امامعلی رحمان رئیس جمهوری عمل کننده را چون نامزدی رسمی انتخابات پرزیدنتی 6 نوامبر ثبت نام کرد. شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون گفت که روز 7 اکتبر با کمیسیون انتخاباتی با طرفداری امامعلی رحمان بیش از 222,000 امضا وارد شده است. مقامات انتخاباتی میگویند شماره مهاجران کاری تاجیک در خارج کشور کمتر از 1 میلیون نفر است. کمیسیون مرکزی این آمار را بر پایه معلومات نشر کرده است که رهبران محلی مناطق مختلف تاجیکستان درباره شماره ساکنان مهاجر خود فرستادند. سرگئی نارشکین رئیس دومای دولتی روسیه اظهار باوری کرد که انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان در فضای ثبات و آرامی برگزار خواهد شد، ولی روسیه به آن دخالت نخواهد کرد. نارشکین روز 7 اکتبر در دوشنبه گفت که ضمن بازدیدش از تاجیکستان موضوعهای مختلفی مربوط به روابط دو کشور از جمله تمدید مهلت کاری مهاجران در روسیه تا 3 سال را بررسی کرده است. و 4 نفر از 5 قایقران آمریکایی که در مرغاب ناپدید شده بودند بعد استراحت کوتاه دوباره به سیاحت خود در تاجیکستان ادامه می‌دهند. فقط یکی از آنها بن لک حالا در دوشنبه است و بعد از برقراری سلامتیش به همسفانش می‌پیوندد. 5 قایقران آمریکایی روز 30 سپتامبر در بدخشان تاجیکستان ناپدید شدند و بعد چند روز جستجوها صحت و سلامت پیدا و به دوشنبه انتقال یافتند. سید قاسم. تشکر خیرامان. هر انتخابات قبل از همه امید به فردای بهتر است، امید به تغییر و نوسازی ها و رشد جامعه. این امیدها تا کجا در دلها زندند و مردم آیا به بهتر شدن زندگی و رشد کردن جامعه بعد از انتخابات ریاست جمهوری باور دارند؟ من فکر میکنم که مردم توجیک سزاواری اون است که اون امید و آرزوهایی که مردم ما دارند از این انتخابات جوابگو یا پاسخگوی اون آرزو و امیدهای مردم ما می باشد. و من فکر میکنم که مردم تاجیکستان، مردم شریف تاجیک حقوق دارد و گفت گپا سزاواری اون می باشد که راهبر دولت را به طور آزاد و دموکراتی و از روی وجدان و از روی خواست خود انتخاب می نماید. من با این 100% باوری دارم. خب یعقوب سعید، هم صحبت دیگری ما، آیا شما هم با این گفته ها راضی هستید یا نظری دیگر دارید؟ در این روزها، در این ساعتها مثلا قضاوت کردن کمی بروقتر است. از 7 نامزدی که پیشنهاد داوطلب مقام پرزیدنتی هستند، اگر همه اینها به قید گرفته شود و ما یک معرکه تبلیغاتی گسترده و منصفانه را در تاجیکستان ببینیم، بعد از این هم حق انتخاب در دست مردم باشد و انتخاب کرده مردم به مردم بدهند، واقعا امیدهای مردم برآورده خواهد شد و یک امید زندگی تازه در دل مردم بیدار خواهد گردید. و ما میخوام که نظر صابر وزیروف رو هم در این باره بفهمیم که آیا مردم تا کجا خوشبین هستند که بعد از انتخابات ریاست جمهوری روز و روزگارشان بهتر می شود؟
در مجموع هر انتخابات یک امید برای مردم نوابسته کی چی رو دستگیر میکنم یک امید در دل مردم دارد و خواهناخواه یک قسمی کشور به این نویل میگردد، یعنی به یک امیدهای خود به یک اون آرزوهای خود نویل میگردد و من به این باوری بله بله صابر، خوب در انتخابات گذشته هم نامزدها وعده های زیاد داده بودند و مردم امید به زندگی بهتر داشتند، به امید به زندگی بهتر میکردند. آیا همه آن وعده ها اجرا شدند و چی بهبودی در روزگار صورت گرفته است؟ قبل از همه گفتن جایز است که نوبت از آن مشکلاتی که در جنوب تاجیکستان بود و هست، کشور تاجیکستان آهسته ترقی اقتصادی هم یا رشد اقتصادی دارد. یعنی طبق معلومات حساب میانه 7% هر ساله محصولات مجموعی داخل جمهوری تاجیکستان افزوده است. گپتون درست است، ولی یک چیز دیگر مثلا ببینید وقتی که ما یک ساکن تاجیکستان با 200 سومانی یا 300 سومانی که میگیرد در یک ماه، وقتی که به بازار میرود، آیا میتواند که همه چیز مورد نیاز خودش را مثلا بخرد؟ کافی نیست. یعنی اگر تا حتی اندازه 500 سومانی هم باشد، مزد مهنتی او برای کافی نیست که در یک ماه عائله خود را با اون نیازی که دارد تامین نماید. یعنی اون منفی که در این مورد هست، اون بگیم که جانب‌های منفی که هست همین است. یعنی که ما در این مورد نتوانستیم که شهروندان عادی جمهوری تاجیکستان را با یک تامین خوب، یک حالت خوبی تامین بگیم که زندگی کنی تامین نماییم. یعقوب جان، شما چی نظر دارید به این موضوع، با این صحبت ما؟ برنامه اصلی نامزد غالب در انتخابات سال 2006 از این عبارت بود که تاجیکستان را از بنبست کمونیکاسیونی میبرارد، امنیت غذایی را برای مردم تامین میکند و همچنین استقلالیت انرژتیکی را برای تاجیکستان میارساند. خب اگر به زندگی واقعی مردم، به زندگی واقعی تاجیکستان نگاه کنیم، شاید از 3 هدف استراتژیکی که از برنامه‌های نامزد غالب در سال 2006 برمی آمدند، از هر کدام با فایزها جدا کنیم، نمیدونم شاید 10 یا 15% اجرا شده باشد. خب بهانه را به سر مثلا همسایه کشورها، به سر مثلا عامل‌های خارجی میریزند که مثلا عامل‌های خارجی بود تاجیکستان نتوانست، یعنی حکومت امروزی نتوانست این برنامه‌ها را پیاده کند. بله بله یعقوب جان، مثلا اگر ما در بواسطه با زندگی هر یک شخص، مثلا با زندگی مثلا شخصی شما، با روز روزگاری شخصی شما مثلا نگاه کنیم، آیا شما از زندگی امروز خودتان قناعتمند هستید؟ من در پایتخت زندگی میکنم. معمولا در هر کشور زندگی مردم پایتخت از زندگی مردمی که در مناطق به سر میبرند بالاتر و بهتر است، چون که در شهر کار زیاد است، خب درآمد، گردش مثلا مال و محصولات زیاد است، به این خاطر شاید یک درجه زندگی مردم هم خوب باشد. و خب نظر سید علی صدور هم میخوایم که در این باره بفهمیم. فکر میکنم عموما در مجموع در جمهوری گیریم یک ذره سطح زندگی مردم، من فکر میکنم که رو به بهبودی آورده است. بله بله تشکر. یعنی شکستن سطح کم بی‌ضابطی یا اینکه کم سرعت کم بی‌ضابطی بچه‌ش نمایان است. بله تشکر سید علی. و خب حالا بیاید ببینیم که ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه با سوال ما درباره امیدشان به فردای بهتر بعد از انتخابات ریاست جمهوری چی نظر دارند و بعد گفتگو را ادامه می‌دهیم. صحبت سر راهی را همکاران ما در شهر دوشنبه انجام دادند. فکر اندیشه ما در جمهوری بعد از انتخابات یکم تغییرات الهایی نمی‌شود. باید که تغییرات الهایی شود حتما. مثلا یکم صنایع یکم پیشروی شود در جمهوری تاجیکستان. پیشروی ها. بعد که ما نمی‌خواد انتخابات همه دو حواس رنگ معرکه وری نگه نمی‌کنن، یکم بسیار ورسو پرس نمی‌کنه. و برای دمان واسه رنگ یک روزی که باید شود سرعت تمام. اگر دیگه نفر زد با فکر من نمیشه، دیر میشه، میشه بعد 5-6 سال. برای چی؟
و همه شروع معلوم است وقتی که دیگر پرزیدنت بعد دیگر که دیگر پرزیدنت میشود ولی باید تا خودش نصب میکند که ما پیر میشیم. بعد انتخابات زندگی ما خوب میشود. باید پیش از اون که یک نفر آواز میکرد باید اندیشه من باشد فکر کند که چی کسی باید من شایسته مثال آینده سرور تاجیکستان شدن میتواند یا که نمیتواند. هندی انتخابات خیلی خداوند خودش میدونه آخه خداوند خودش که چی میشود نمیشود خداوند خودش میدونه. تغییرات همین است که ما عقیده ما دنیجان همین خیلی است که مثلا اگر خود ما یکم حزب دیگر یکم انتخاب شده را انتخاب کنیم یکم پرزیدنت دیگر رو بعد که وقت تو خلق خطی خلق در درون خلق میدارد خطی خلق جای میشد چی وقت دیگر در کار ما میخوایم جواب پیش رویم. اما ببینید زندگی بهتر آیا واقعا از رهبر وابسته است؟ متاسفانه در تاجیکستان طبق تمام مثلا مشاهده های سازمان های بین المللی و خود ناظران داخلی انتخابات ها شفاف نگذاشتند. خب انتخاب کرده مردم رو به مردم نمیدهند. از این جهت است که مثلا بالا رفتن سطح زندگی مردم بیشتر وابسته است به شخص اول نفر اول چون اون نفر اول هم به تنهایی نمیتونه چیکار کند ولی اراده دارد که کماند تیم خود را ترتیب دهد انتخاب کند و در یک جایگی با این تیم خب روزگار مردم را هم به کنند. از این چیز وابسته است. خب نظری صابر وزیروف چی است به این موضوع؟ واقعا هم درست است که یک نفر نمیتونه در تنهایی چیکاری کند و در اینجا دستگیری مردم هم لازم هست. باید در روند انتخابات مردم هم باید بدونن که کی را انتخاب میکنن یعنی همون قدردانی آوازهای خودشان باشد باید قدر کنن که آنها کی را انتخاب میکنن باید بدونن که کی را انتخاب میکنن و در برابر این نفری که انتخاب کرده میشود باید واقعا پرمسئول باشد واقعا خدمتگار مردم باشد. خب من میخوام از سیدعلی صدور هم این موضوع را سوال کنم. فکر میکنم که اعضای اویله من اون نقطه نظر اون دید خود علاقه یک معین جهانبینی خود را دارند و میدونن که وقتی که اونها میروند به گفتگاه با قطب‌های انتخاباتی و برای که آواز میدهند اونها میدونند این چیز رو. خب در سامانه رادیوی آزادی رایپرسی غیر رسمی خوانندگان برگزار شد و سوال این بود که انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر تاجیکستان چگونه خواهد گذشت. خب حالا از مهمانان در استودیوی شهر دوشنبه میپرسیم که آنها در این باره چی نظر دارند و خیلی کوتاه اندیشه خود را در این باره بیان کنند که انتخابات از نگاه آنها چگونه خواهد گذشت. امیدوارم بهتر بگذرد و مصور انتخاب کرده میشه. بله خب یعقوب جان شما چی نظر دارید؟ 100% باور ندارم که شمارش رای مردم منصفانه و اعلان درصد رای ها شفاف صورت بگیرد. بله تشکر. و سیدعلی صدور شما چی نظر دارید؟ من با همصحبتم با صابر هم فکر هستم هم عقیده هستم. من فکر میکنم از انتخابات های پیشتر بهتر میگذرد. تشکر به مهمانان عزیز برای شرکت در صحبت چشمانداز آزادی. باری دیگر یادآور میشویم که در برنامه امروز ما شهروندان دوشنبه سابقه‌دار نیروهای مسلح سیدعلی صدور، روزنامه‌نگار یعقوب جان سعید و اقتصاددان صابر وزیروف حضور داشتند. در اینجا با تمنای بهبود یافتن روزگار هر یک شما نوابسته به انتخابات و دیگر معرکه‌های سیاسی این نشر مجله چشمانداز را پایان میبریم. خدا نگهبانتان.